برای شروع همیشه ما باید یه ارتباط چشمی با سگ داشته باشیم. چجوری این ارتباط چشمی رو میتونیم بهش یاد بدیم؟ وقتی اسمش رو یاد بگیره. یعنی وقتی ما شروع میکنیم به یاد دادن اسم سگمون، سگ اون ارتباط چشمی رو هم خود به خود با همون میگیره. سلام، من خشایار صادقی، مربی سگ از چنل شینوبی ترین. خوش اومدین به قسمت سوم این پلیلیست آموزش طول سگ، دانشگاه طول سگ به صورت کاملا رایگان. امروز این اولین ویدیومونه که اینجوری اومدیم توی فضای باز ضبطش میکنیم. یکی از شاگردای قدیمیم، چقدرم بزرگ شده ماشاءالله. حالا بچهای پیج شاید بشناسن، شگی الان فکر کنم 5-6 ماهش هستونم، سرپرست خفنش آرمین. دمش گرم این شرایطو برای ما مهیا کرد که بیایم اینجا فیلم بگیریم. خودتون هم خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. این آموزش رو امروز میخوایم کار بکنیم. مرحله اول من شروع کردم با شگی یه ذره به اصطلاح کار کردن و گرم کردنش، که یه ذره بیاد توی باغ ببینه شرایط از چه قراره، منو منبع اصلی خودش ببینه و شروع کنه دست من که همون منبع غذایی از من هستش رو شروع کنه به تعقیب کردن. اینجوری یک مقدار انگیزه هم بیدار میشه. البته بهتون بگم شگی یه سگ پر انگیزه است، هم انگیزه یادگیریش خیلی بالاه چون انگیزه غذایی زیادی داره. اصلا انگیزه غذایی باعث میشه که سگ تو یادگیری یه برتری نسبت به سگای دیگه داشته باشه. اینم بهتون بگم اگه قسمت قبلی ندیدین حتما برید قسمت قبلی رو ببینید که یه برنامه‌ای بهتون دادم. اون برنامه رو باید حتما رعایت بکنید که بتونیم به راحتی آموزش سگ رو شروع کنیم و جواب بگیریم. حتما پس ویدیو قبلی رو اگه ندیدی حتما برو ویدیو قبلی رو نگاه بکن. آقا اگه میبینید منم اینجوری وایسادم واقعا داریم یخ میزنیم اینجا، یعنی هم بچهای پشت صحنه هم آرمین. من نمیدونم چجوری اینجوری لباس پوشیدن معلومه یا نه. من اصلا آرمین رو میبینم یخ میکنم، ولی هم میبینی یه ذره اینجوری وایسادیم ما، این واقعا سرده. مرحله اول بهتون گفتم که میگم سگو من باش کار کردم، آوردمش یکم توی باغ، یه ذره دستش گرم بشه، دست خودم گرم بشه. سرعت تایید کردن خیلی مهمه. بازم دارم میگم اگه قسمت قبل رو ندیدین حتما ببینید، چون که یه سری نکات آموزشی رو دادم که حتما باید رعایت بشه. و عرضم به حضورتون یه پلنی که میخوایم چی کار بکنیم، روش آپلوداتون در حین آپلود شدن شما باید چی کار بکنید، شما باید تمرین بکنید اینا. آره دهنت سرویس اومد اینجا، من همه چی یادم رفت. میدونم اشکال نداره، ولی ریدم به خودم باجی. نه کات میکنم تو ویدیو. آره یه اتفاقی پیش الان افتاد، مثلا کامل یادم رفت هرچی میخواستم بگم. اینم بهتون بگم الان تو مرحله‌ای رسیدیم که من وقتی صدایی رو در می آوردم که اصلا میخواستم توجه سگو جلب بکنم. برای این کار خب یه صدایی چیزی باید، چون مثلا اینجوری باید صدا رو در بیاریم. الان مثلا یه نگاهی کرد به من تو کادر نیستش. وقتی توجهش رو جلب کردم، اولین ارتباط چشمی که با هم گرفت تاییدش کردم. این تاییده خب طبیعتاً براش خوشایند میکنه دیگه. ما از این برنامه ها استفاده میکنیم، از انگیزه ها که چون غذا فلان اینا، ما از این انگیزه ها استفاده میکنیم که اینجوری به سگ آموزش بدیم. یعنی اصلا بیس اصلی آموزش ما با غذا و اسباب بازی و این صحبت ها هستش که یه پوزیتیو رینفورسمنت، که حالا راجع به پوزیتیو و نگاتیو و اینا کلا یه ویدیو میسازم براتون آپلود میکنم که کامل بهتون ماهیتش رو بگم که اصلا به چه صورته. مثلا اون چیزی که فکر میکنید نیستش، مخصوصا نگاتیو رینفورسمنت که اون چیزی که واقعا فکر میکنید نیست. نه اونجوری نیست که به سگ سخت بگیری فلان کنیم بسار کنین، اونجوری نه. وقتی توجهش رو جلب میکنم، اولین چشم تو چشم که میکنه تاییدش میکنم. اینجوری از قبل که من منبع غذا براش تعیین شده بودم و براش یه منبع غذایی بودم، وقتی با هم چشم تو چشم نگاه میکنه میدونی که تایید میشه. حالا وقتی توجه سگو جلب کردیم دیگه، چشم تو چشم کردن هم براش عادی شده و یه چیزی فرایند خوشایند شده دیگه، اسمش رو صدا میکنیم. شگی اسمش رو بلده، منتها این آموزش، حالا چون هم مدل آموزشیمون بود و این صحبت ها، اول باش کار کردم که ویدیوش باشه. دومی که الان براش این ارتباط چشمی که با من داشت، ارتباط چشمی که با هندلرش
باید داشته باشه رو براش جا انداختم. پس با این سیستم ارتباط چشمی یک و اسمش که خیلی مهمه و جز اولین آموزش هایی هستش که ما باید به سگ یاد بدیم، اسمش هسته براش، کامل جا میفته. رفقا دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. لایک، سابسکرایب، فعال کردن زنگوله حتما انجام بدید. همینجوری از من حمایت میکنید، هم اولین ویدیویی که آپلود بشه ازش مطلع میشید. دمتون گرم. این بود آموزش اسم و ارتباط چشمی که میگم شروع و بیس همه آموزش ها هست، چون برای آموزش های دیگه طبیعتا ما هم به اسم سگ نیاز داریم، هم به اون ارتباط چشمیه. این ارتباط چشمیه رو وقتی کار میکنیم خیلی اصلا اوضاع عوض میشه، هم سرعت سگ میره بالا، قدرت حرف شنوی سگ میره بالا. یه آموزش کاملا پایه و کاملا به درد بخوره. دمتون گرم، خیلی کارتون درسته. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. قسمت بعدی آموزش بشین هستش. میگم این آموزش ها خیلی بیسیکه، فقط نمیخوام که اینو از ویدیو تریبونای خارجی ببینید و بخواید با زبون مادری یه ویدیو خیلی ساده بدون کلمات قلمبه سلمبه و کاملا خودمونی، یه کامیونیتی خودمونی، یه منبعی باشه بتونید این ویدیوها رو ازش ببینید. خیلی دمتون گرم. امیدوارم حال خودتون و سگتون خوب باشه. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.